آیا قبل از دایناسورها موجودات دیگه‌ای هم روی زمین وجود داشتن؟ ابتدایی تر موجودات کره زمین کدام موجودات بودند؟ برای پاسخ به این سوالها باید سالها برگردیم عقب. 4.5 میلیارد سال پیش زمین یک گلوله آتش بود از مواد مذاب. در آن زمان زمین هنوز 100 سال سن نداشت. جو زمین از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده بود. زمین همواره تحت برخورد سیارک‌های شهاب‌سنگ‌ها و اجرام آسمانی قرار می‌گرفت و روز به روز جرمش زیاد می‌شد. خیلی زیاد رفتیم عقب. برگردیم به 2.5 میلیارد سال پیش. زمین پوسته جامد و میدان مغناطیسی ایجاد کرده و به رنگ نارنجی دیده میشه. چرا به رنگ نارنجی؟ چون لایه‌ای از گاز متان به صورت مه اونو پوشونده. الان زمین آب و اقیانوس هم داره. کمی بعدتر باکتری‌هایی به نام سیانوباکتری ایجاد میشه و زمین کمی رنگ قهوه‌ای و آبی و سبز به خودش میگیره. قهوه‌ای به خاطر وجود کوه‌ها و خشکی‌ها، آبی به خاطر وجود آب‌ها و اقیانوس‌ها و سبز هم به خاطر سیانوباکتری هاست که رنگشون سبزه. این باکتری ها توسط فتوسنتز اکسیژن رو تو جو زمین آزاد میکنن و این اکسیژن با گاز متان تو جو کره زمین واکنش نشون میده و سطح گاز گلخانه متان رو پایین میاره. در این صورت روز به روز هوا سردتر میشه و یخبندان شروع میشه. کره زمین به رنگ سفید و یخی تبدیل میشه که به این رویداد هورونی گفته میشه. البته ایجاد رویداد هورونی و یخ زدن زمین دلایل متفاوتی داره و این امر فقط یکی از این دلایله. همچنین در هنگام یخ زدن کل کره زمین، سیانوباکتری ها همچنان زنده بودند و در اعماق اقیانوس‌ها و دریچه‌های گرمابی حیات چند سلولی پیچیده هنوز ادامه داشت. سالهای زیادی گذشت. سرانجام در 360 میلیون سال پیش تمام یخ‌ها و برف‌ها ذوب شده بود. هوا به شدت گرم شده بود، به طوری که دمای هوا حدود 30 الی 35 درجه سانتیگراد میشد. سرانجام با افزایش دما و کاهش کربن دی اکسید گیاهان شروع به رشد کردند. تنوع زیستی بیشتر شد. اقیانوس‌ها پر شد از انواع حیوانات پیچیده، حیوانات عجیب و غریب و گیاهان متنوع. حیواناتی از جمله تریلوبیت‌ها، بندپایان، صدف‌ها، مهره‌داران پیچیده دریایی مثل دانکلوستس ها، ماهی های عظیم زرهدار به طول 10 متر یا حیوانات ریزی مثل زئوپلانکتون ها. در همین حال بر روی خشکی ها گیاهان همه جا را فرا گرفتند. درختان عجیبی که بسیار بلند هستند با ظاهرهای عجیب و غریب. بعضی از آنها شبیه سرخس های امروزی بودند، بعضی شبیه مخروطیان. قارچ های درخت مانند وجود داشتند به نام پروتاکسید که حدود 8 متر ارتفاع داشت. برخی حیوانات دریایی مثل ایکتواستگا با اینکه حیوان دریایی بود اما اندامهای عجیبی مثل پا داشت که حتی میتونست روی خشکی هم راه بره. تا اینجای ویدیو اگه از ویدیو خوشت اومده با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت بکن. بر روی خشکی ها نیز رفته رفته تعداد حیوانات زیاد شد، مثل لوسیروسوروس ها یا حتی دیمترودون ها. حیواناتی مثل ساینودونت که میگن جدآباد موشهای صحرایی امروزی هستش. میلیون‌ها سال گذشت. اتفاقهای زیادی بر روی کره زمین افتاد. از انقراض دسته‌جمعی برای حیوانات دریایی گرفته تا فوران آتشفشان‌ها. نسل‌های زیادی از جانوران منقرض شدند و رفته رفته حیوانات خشکی تکامل یافته‌تر شدند، رشد کردند و تبدیل شدند به حیوانات امروزی که اونا رو به اسم دایناسورها میشناسیم. نظریه‌های زیادی درباره کره زمین وجود داره. بلاهای زیادی بر سر کره زمین اتفاق افتاده. اما با این حال هیچ کس اطمینان 100% نمیده که چی شده و چی گذشته. حقیقت اصلی چی بوده؟ آیا زمانهای گذشته کسانی یا موجوداتی بودن که ناظر همین قضیه‌ها باشن؟ مثل موجودات فضایی؟ اینها هم نظریه‌های دیگه‌ای هستن. نظر شما چیه؟ اگه دوست داری بیشتر و با جزئیات دقیق‌تر راجع به گذشته کره زمین بدونی، کامنت ها برامون بنویس تا یه ویدیوی کامل از تمام دوران‌های زمین شناسی درست کنیم. خوشحالم که با ما همراه بودی. توی ویدیوهای بعدی میبینیمت.